الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العزة والجلال را حمد و ثنا و شکر و ستایش می نماییم که به ما بندگانش بار دیگر توفیق داد و عنایت فرمود که درس خود را در موضوع توحید، فهم لا اله الا الله ادامه بدهیم. و این حلقه ما حلقه 22 هست. در این حلقه باذن الله سبحانه و تعالی باز مسائلی که متعلق به شرط اول که علم است بود اون را ادامه خواهیم داد. البته ما در حلقه های گذشته به شما فهمانیدیم که لا اله الا الله شرط ها دارد و شرط اولی لا اله الا الله این علم است. و اما امروز به شما میگوییم که علم یعنی دانستن معنای لا اله الا الله است، یعنی نیست معبود برحق بجز الله، به معنای اقرار کردن الله، اثبات کردن یگانگی الله در عبادت و یگانه شماریدن الله سبحانه و تعالی و اعتقاد کردن بر این که الله سبحانه و تعالی در یگان حالت هیچ شریک ندارد. و مقصد تمام سخنی که در موضوع علم می رود همین است. پس بدانید که معرفت لا اله الا الله، فهم لا اله الا الله و علم به حقیقت لا اله الا الله پیدا نمی شود بجز زمانی که ما معنای الوهیت را فهمیم. یعنی کسی که می خواهد که لا اله الا الله را فهمد، علم داشته باشد، حقیقت این کلمه را فهمد، دلیل مدلولات این کلمه را فهمد، مقتضای این کلمه را فهمد، باید معنای کلمه الوهیت را فهمد. ما توحید ربوبیت داریم، الوهیت داریم. الوهیت چی معنی دارد؟ الوهیت یک کلمه گرفته شده مشتق از اسم اله است. اصل کلمه الوهیت اله است، ریشه کلمه الوهیت اله است. الوهیه این مشتق گرفته شده از کلمه اله است که این از فعل اله می باشد. اله باشد ریشه اش اله است. الوهیه ریشه اش اله است، اله ریشه اش اله است. اله این فعل است. معنای اله و معنای اله در لغت این عبد است. عبد به زبان عربی، به زبان تاجیکی بنده، غلام. پس اله معنایش معبود است. معبود یعنی ذاتی که پرستیده می شود. الوهیه معنایش این عبادت است. فهمیدید؟ معنای اله عبد است، اله معبود است. اله وقتی که ما اله یگانه میگیم، معبود یگانه. معبود یعنی یک ذاتی که پرستیده می شود، یک ذاتی که تمام عبادت ها به همین ذات انجام داده می شود که این الله است. و الوهیه به معنای عبادت است. پس توحید الوهیه به معنای توحید عبادت است، یعنی یگانه ذاتی که تمام عبادت به وی باید انجام داده شود این الله سبحانه و تعالی است. و توحید الوهیه همین معنا را دارد. پس برادرم و خواهر موحدم، بارک الله فیکم، وقتی که معنای الوهیه را فهمیدید که معنایش عبادت است،
و فهمیدید که الوهیت این ربوبیت نیست. ربوبیت گفتیم خلق است، در آفرینش صحبت می رود در ربوبیت، اما الوهیت در عبادت صحبت می رود. و فهمیدید که تمام عبادت باید به الله انجام داده شود و به غیر الله انجام دادن شرک است و هیچ چیزی مستحق نیست که به وی عبادت انجام داده شود. یگانه ذات مستحق بر عبادت این الله است. پس باید دانید که بعد از این همه را دانستن باید دانید که همه این عبادت همان وقت قبول می شود که توحید همراهش باشد. بارک الله فیکم. پس این بود معنای لا اله الا الله. کسی که معنای لا اله الا الله را فهمیدن خواهد باید الوهیه را فهمد. از این سخنی که کردیم فهمیده می شود که معنای لا اله الا الله این الوهیت است. لا اله الا الله برای توحید الوهیت آمده است. بارک الله فیکم. پس عبادت فقط یک مجرد سجده کردن، رکوع کردن، نماز خواندن، روزه داشتن نیست. عبادت همه آن چیزهایی که الله دوست می دارد و از همون عمل راضی است، همین عبادت است. تمام عملها و چیزهایی که و کارهایی که الله دوست می دارد، خوشش می آید و از انجام همون عمل راضی هست و به جا آوردن تمام امرهای الله، این عبادت است. نماز را در بر می گیرد، روزه، حج، زکات، دعا، طلب کمک کردن، یادرسی، طلب نجات کردن، استعانه، استغاثه میگن، طلب پناه بردن، استعاذه، یعنی پناه بردنم این هم عبادت است. بعضی انسان ها به جن پناه میبرند، مشرک شده اند. استعانه، استغاثه، الخوف و الرجاء. پس نمودهای عبادت به نهایت زیاد است و این چنین محبت، توکل، توبه کردن، بازگشتن، انابه، خشیه، رغبه، رهبه، تعظیم، بزرگ شماریدن، قدردانی کردن، این به نهایت عبادت بزرگ است. خیلی که الله سبحانه و تعالی به مشرکان گفته بود ما لکم لا ترجون لله وقارا، یعنی ما لكم لا تخافون لله حق خشیته، یعنی ای مشرکین به شما چی شده است که از الله نمی ترسید چگونه که باید ترسید و الله را بزرگ نمی شمارید چگونه که باید بزرگ شمارید. معنای این عبادت همین است که غیر الله را وقتی که بنده بزرگ می شمارد، آدم پرست یا یک چیز پرست می شود، در این حالت هم مشرک می شود. خیلی که امروز بسیاری از انسان هایی که عادتا منصبداران، رئیس های خود را به نهایت بزرگ می شمارند، این هم شرک است. و این چنین عبادت حکم را در بر می گیرد. حکم، کنستیتوسیه، تحاکم. یک نمود عبادت دیگر تحاکم، طلب حل و فصل کردن قضیه با سود شرعی. تحاکم گفتن طلب حکم کردن، سودی با سود شرعی، با سود قرآن و سنت سود کردن، این هم عبادت است. و این را وقتی که انسان به غیر سود الله و رسولش میبرد، این شرک است. به سود دموکراتی رفتن سود کردن، به سود غیر قرآن و سنت سود کردن، عبادت را به غیر الله انجام دادن است. و طاعت هم عبادت است. انقیاد، اتباع، عمل کردن، پیروی کردن، اینها بزرگترین عبادت ها هستند. و این چنین در بر میگیرد موالات، دوستی کردن، دشمنی کردن، بیزاری جستن از مشرکین و کافر دانستن مشرکان، همه این عبادت است. وقتی که این عبادت ها به غیر الله صرف می شود، این در حقیقت شرک است. پس وقتی که این سخن ها به شما معلوم گشت،
به شما بیان شد که هر کسی که لا اله الا الله میگوید به همون یک مجردی گفتن لا اله الا الله، به یک مجردی نطق لا اله الا الله مسلمان نمی شود. و باید کسی که لا اله الا الله میگوید باید علم به معنای لا اله الا الله داشته باشد، به مدلولهایش داشته باشد، به مقتضای لا اله الا الله عمل بکند، به طلبات های لا اله الا الله عمل بکند و پابرجا در عمل بیستد. هر کسی که لا اله الا الله بگوید غیر الله را پرستش بکند، این عبادت هایی که ذکر کردیم این عبادت ها را به غیر الله انجام بدهد، در عبادت شرک را انجام بدهد، این کلمه لا اله الا الله گفته اش هیچ فایده برای گوینده اش نمی بخشد. بارک الله فیکم. پس با همین اصل ما انسان ها را حکم میکنیم، با همین اصلی که به شما بیان کردیم ما انسان ها را حکم میکنیم. مثلا هر کسی که لا اله الا الله بگوید مردگان را دعا بکند، مقصد از مرده ها طلب بکند، عبادت را به مرده ها انجام بدهد، عبادت را به غائبین انجام بدهد، به مرده ها استغاثه بکند، توکل به مرده ها بکند، حاجتش را از مرده ها طلب بکند، چه خیلی که از الله طلب میکند، چه خیلی که به الله دعا میکند، به مرده ها دعا بکند و از مرده ها طلب بکند، بالا شدن و نابود شدن بلاهاش را از مرده ها داند، از مرده ها شفاعت طلب بکند، در حالتی که هیچ فایده این مرده ها به این انسان زنده نمیدهند، پس این انسان مشرک می شود و مشرک است و کافر است، گرچنده که لا اله الا الله بگوید. لا اله الا الله بگوید، در گرد قبر طواف بکند، به قبر ذبح بکند، به قبر برد یک چارپای را خون کند، ذبح بکند، گوسفند بکشد در نزد قبر، نظر به قبر بکند. هر کسی که لا اله الا الله بگوید حکم به غیر حکم الله مطلق بکند، خیلی که امروز پریزیدنت های کفار دموکراتی همین عمل را میکنند، حکم به غیر ما انزل الله بکند، یا که تحاکم به سوی طاغوت بکند. البته این مسئله تفصیل دارد، لیکن در مسئله که قرآن و سنت در همون مسئله حکم کرده است، یک مسلمان خود را مسلمان گوید، لا اله الا الله بگوید، اما در همون حالت مشکلیش آمدن همون مسئله که در قرآن و سنت آمده است رود به نزد سود غیر قرآن و سنت به سود مراجعت بکند. و البته این هم شرک شده است و لا اله الا الله منفعتی ندارد. یا کسی که لا اله الا الله بگوید قانون سازد، تشریع باشد، مشرع قانون باشد، قانون هایی که امروز قانون های وضعی گذاشته شده بشری هست، دموکراتی، کمونیستی، ملحدی و غیره، غیر قرآن و سنت، و همین قانون را بهترین قانون بگوید و مردم را برای همین قانون اطاعت کردن مجبور بکنند و مسلمان ها را لازم داند که به همین قانون ساخته اش اطاعت بکنند، شریعت را منع بکند و قانون شریعت را تبدیل به قانون بشریت بکند. همه این انسان هایی که به شما و این نمودهایی که به شما ذکر کردیم، اگر با وجود این لا اله الا الله بگد، لا اله الا الله هیچ فایده ندارد و این چنین انسان ها مسلم اعتبار گرفته نمی شود. اینها این چنین نمودهای انسانی که ذکر کردیم کافر است و مشرک است و خارج از ملت اسلام است. و این چنین هر کسی که لا اله الا الله بگوید یتولی الیهود و النصارى باشد، یهود و نصارا را دوست جانی خود داند، موالات مشرکین بکند و مشرکین و کفار و یهود و نصارا را کمک بکند بر ضد مسلمان ها تا که مسلمان ها را یهود و مشرکین و کفار بکشند و مظاهرت بر کفار کند، یعنی کمک بر کفار بکند تا که کفار اهل توحید را نابود بکنند و دشمنی بر موحدین و مسلمانین بکند. این چنین انسان ها و این چنین قوم ها هم
لا اله الا الله گفته اش هیچ فایده نخواهد داد. و این کلمه لا اله الا الله در روز قیامت بر ضد این چنین انسانهای گوینده این کلمه خواهد استاد، زیرا اینها با زبان لا اله الا الله را گفتند اما عملا فقط مخالف و ضدیت با لا اله الا الله کار کردند. و این چنین کسی که لا اله الا الله را بگوید و تمام صفتهای الله را انکار بکند و تمام صفتهای الله را یا که تحریف بکند، تغییر بکند، یا که مسئله قدر، تقدیر را رد بکند و قدر را طعن بزند. در مسئله قدر بالارجاء والجبر به مانند کسانی متکلمین، اهل کلام، فلسفه و منطق به مانند اینها باشد که معنای لا اله الا الله را این توحید الوهیت نمیگن بلکه ربوبیت میگن، این چنین به اینها نیز والله اعلم کلمه توحید کمک نخواهد کرد. پس بارک الله فیکم. این بود معنای لا اله الا الله و این بود جانب مثبت و منفی که از انسان برمی آید. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله میگویند فالعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا بالطهارة. ای بندگان الله، عبادت نامیده نمی شود مگرم با توحید. عبادتی که توحید ندارد و عبادت نیست، زیرا عبادت همان وقت عبادت می شود که توحید با همراهش باشد. چگونه که نماز نیست مگرم با طهارت. نمازی که وضو نداشته باشد این نماز نیست. نماز همان وقت نماز است که وضو داشته باشد. خیلی که حدیث های صحیح و آیات ها به این دلالت میکنند، به هر دو این جمله. پس میگویند فاذا دخل الشرك في العبادة فسدت وعبادة الله لا تحصل الا بالكفر بالطاغوت. پس ای بندگان الله، زمانی که شرک به عبادت داخل می شود، همراه می شود، این عبادت فاسد می گردد. پس عبادت الله حاصل نمی شود مگرم به کافر شدن به طاغوت. یعنی همان وقت عبادت ما همچون عبادت قبول است و همچون عبادت حاصل می شود و مقبول می گردد که ما کفر بر طاغوت داشته باشیم. طاغوت چیست؟ طاغوت این همه آن چیزهایی که بنده از حدش می گذرد. کل ما یتجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. ما گفتیم طاغوت در سه چیز می شود: در اطاعت، در پیروی و در عبادت. و تمام این انسانهایی که در بالای مردم می ایستند و مردم را به کفر راهنمود میکنند و مجبور به کفر میکنند، همه انسان طاغوت هستند. و کسی که حکم به غیر حکم الله میکرد اینها طاغوت است. باید انسان حکم یعنی کفر بر طاغوت داشته باشد. و این چنین شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میگند فالله الله یا اخوانی تمسكوا باصل دینکم و اوله و وأسه و رأسه شهادة ان لا اله الا الله و اعرفوا معناها و احبوها و احبوا اهلها. سبحان الله، چقدر جمله زیبا. الله میگند ای برادران من، به اصل دینتان چنگ بزنید. اول دین شما، اساس دین شما، اساس مهمترین رأس دین شما این شهادت لا اله الا الله است. نیست معبود بجز الله است، نیست معبود بر حق بجز الله است. معنای این کلمه را بدانید و این کلمه را دوست بدارید و اهل این کلمه را نیز دوست بدارید. سبحان الله. پس در دیگر جا شیخ محمد ابن عبدالوهاب میگویند دین النبی صلی الله علیه وسلم التوحید معرفة لا اله الا الله محمد رسول الله والعمل بمقتضاها.
دین پیامبر صلی الله علیه و سلم این توحید است. توحید یعنی دانستن معنای لا اله الا الله و محمد رسول الله است. نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد بنده الله رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و عمل کردن به مقتضا و به طلبات همین جمله لا اله الا الله محمد رسول الله است. اگر بگویند که تمام مردم این لا اله الا الله را میگویند، اگر گفته شود که تمام انسان ها، تمام مردم ها میگویند که لا اله الا الله محمد رسول الله، امروز خصوصا 2 میلیارد تقریبا، شیخ میگویند که بگو بعضی از کسایی که لا اله الا الله میگوید لا اله الا الله را میگوید، اما معنای لا اله الا الله را میپندارد، به حساب میکند که لا یخلق الا الله. لا اله الا الله میگوید یعنی خلق نمی کند بجز الله، یعنی هیچ خالقی نیست بجز الله. یعنی معنای لا اله الا الله را غلط میفهمد. معنای لا اله الا الله را با این معنا دادن یعنی بر ربوبیت میگذراند. و بعضی از این کسایی که لا اله الا الله میگویند معنایش را خطا میفهمند. بعضیشون معنای لا اله الا الله را اصلا نمیفهمند و بعضی از انسان ها معنای لا اله الا الله را میفهمد اما عمل به لا اله الا الله نمی کند، به مقتضای لا اله الا الله نمی کند. و بعضی از انسان ها حقیقت لا اله الا الله را عقل نمی کند، درک نمی کند، نمی فهمد. و از همه عجیبترش این است که هر کسی که لا اله الا الله را بفهمد، از یک جهت فهمد، یعنی لا اله الا الله را از یک جهت میفهمد، از یک وجه میفهمد، اما از جهت دیگر دشمنی به اهل لا اله الا الله میکند. و از این هم عجیبترش این است که هر کسی که لا اله الا الله را دوست بدارد و خودش را نسبت به لا اله الا الله بدهد، اما بین دوستان لا اله الا الله و دشمنان لا اله الا الله فرق نگذارد. سبحان الله، سبحان الله. یعنی بعضی کسایی هست که میگویند من لا اله الا الله را دوست میدارم، من از جمله لا اله الا الله هستم، حیات من لا اله الا الله هست، اما وقتی که به این نظر میکنید دوستان لا اله الا الله را از دشمنان لا اله الا الله جدا نمی کند. دشمن لا اله الا الله در نزد این انسان بیچاره دوست است. پس در این حالت چگونه لا اله الا الله به این بنده کمک کند؟ سبحان الله. شیخ سلیمان ابن عبدالله نبیره محمد ابن عبدالوهاب، یکی از علمای بزرگ نجد، در کتاب تیسور التوحید میگند و عباد القبور نطقوا بها و جهلوا معناها. عباد القبور، بندگان قبرها، پرستندگان قبرها، لا اله الا الله را نطق کردند. همه قبر پرستان لا اله الا الله گفتند، اما معنای لا اله الا الله را نفهمیدند. در فهم معنای لا اله الا الله جاهل ماندند. پس برادرم و خواهری بزرگوارم، لا اله الا الله همان وقت به صاحبش و به گوینده اش و به نطق کننده اش فایده می بخشد، نجات می بخشد و به جنت داخل می کند و به رضایت الله سبحانه و تعالی سزاوار می کند که نطق کننده لا اله الا الله معنای لا اله الا الله را داند، معنای الوهیت را داند، مقتضای لا اله الا الله را داند. مقتضا یعنی طلبات لا اله الا الله را داند. دوستی به اهل لا اله الا الله بکند، دوستی به کلمه لا اله الا الله بکند و مخالف این کلمه، ضدیت این کلمه نباشد، جنگ به مقتضای این کلمه نکند. بارک الله فیکم. پس بعد از این که به شما این سخن مفهوم شد، فهمیده می شود که بزرگترین علم و علمی که تعلیم گرفتنش واجب است این توحید است. از این سخنهای پیش گذشته فهمیده می شود که آموختن علم توحید به هر یک انسانی که به بلاغت رسیده است تا وقت مرگش
زن است یا مرد است واجب است. و از بزرگترین واجبات ها و از همه سختترین فرضیت ها به هر یک مسلمان این تعلیم گرفتن توحید، معرفت توحید، فهمیدن و دانستن حقیقت توحید، معنای توحید می باشد. رکنهای توحید، لازمهای توحید. و بعد از این که توحید را آموخت، بعد از این عمل بر توحید، عمل بر علم. عمل بر توحید یعنی چیست؟ ترک شرک، ترک طاغوت، کفر ورزیدن بر شرک و بر طاغوت. کفرنا بکم و بدا بیننا کفرنا بکم و ما تعبدون من دون الله. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه آیه 4 میگوید که كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله میگوید که به تحقیق در ابراهیم و پیروان ابراهیم به شما یک الگوی نیکوی وجود دارد. الگوی نیکوی شما ابراهیم و پیروان همون باید باشد. زمانی که ابراهیم و پیروان ابراهیم به قومشان گفتند که ما به شما کفر ورزیدیم و ما از شما بیزاری می جوییم و از آن شرکی که انجام می دهید بیزاری می جوییم و از آن چیزی که غیر الله می پرستید بیزاری می جوییم و به شما کفر ورزیدیم. و دشمنی و عداوت و بغض بین من و شما ابدالابد باقی میماند تا زمانی که به سوی الله بازگردید. پس بارک الله فیکم. هر کسی که به توحید عمل نکرد، یقین و انقیاد نکرد، این به مانند کسی است که توحید را تعلیم نگرفته است، نفهمیده است، معنای توحید را ندانسته است، یا که توحید را دانسته است اما دروغ شمارده است. کسی که به توحید عمل نکند، به توحید پابرجا نباشد، این انسان یا توحید را نفهمیده است یا که توحید را فهمیده است و توحید را دروغ شمارده است و رد کرده است. و در هر دو حالت هم، در همه این هر دو حالت هم این چنین انسان کافر است و مسلمان نیست. و به همین اصل دلیل ها قائم شده است و اجماع حاصل شده است از علمای سلف و از صدر اسلام صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین. بارک الله فیکم. پس زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یکی از صحابگانشان را به نزد یگان قوم ارسال می نمودند، می فرستادند، به این صحابهشان امر می کردند و می گفتند که اولین چیزی که تو دعوت می کنی باید به سوی توحید باشد. ولیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله. اولین چیزی که تو به سوی آن این مردم را و این قوم را دعوت میکنی باید این شهادت دادن به سوی به این که نیست معبودی بر حق بجز الله باشد و محمد رسول الله. و در روایت دیگری آمده است ای یوحد الله، اولین چیزی که به سوی آن مردم را دعوت بکنی این باشد که یگانه پرستی الله، یگانه دانستن الله. و در روایت دیگر ای یعبد الله وحده، اولین چیزی که به سوی آن مردم را دعوت میکنی این باشد که یگانه الله خودش را تنها را عبادت بکنید. همه اش معنای توحید است. لا اله الا الله، یگانه دانستن الله، یگانه عبادت کردن الله، این همه اش معنای لا اله الا الله است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من مات و هو یعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که وفات بکند، بمیرد
در حالتی که وی میداند، علم دارد که نیست معبودی بر حق بجز الله، داخل جنت میشد. پس ما در علم اصول فقه یک قاعده داریم، مفهوم المخالفه. اهل سنت و الجماعه بین اعتقاد دارند که به هر یک حدیثی که اومده است مفهوم المخالفه هم حجت است، خلاف این معنا. یعنی از این حدیث ما گرفته میشویم که هر کسی که اگر بمیرد و معنای لا اله الا الله را داند، عمل کرده باشد، این داخل جنت می شود. اما فهمیده می شود که هر کسی که بمیرد در حالتی که معنای لا اله الا الله را نداند، علم به لا اله الا الله نداشته باشد، علم به توحید نداشته باشد، داخل جنت نمی شود، لا يدخل الجنه. زیرا این معنای حدیث همین است، مفهوم المخالفه. بارک الله فیکم. الله سبحانه و تعالی در سوره محمد آیت 19 گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاعلم انه لا اله الا الله، بدان که بدرستی البته نیست معبودی بر حق بجز الله. امر به آموختن علم کرد و تمام امری که آمده است دلالت به وجوب میکرد. الامر يدل على الوجوب، امر دلالت به وجوب میکرد. پس برادرم و خواهر موحدم، امروزها چی کار میکنی؟ هر روز بدان که هر روزی که از تو میگذرد به آموزش توحید میگذرد، دان که این روزت به کمبودی گذشته است، به نقصان گذشته است و به گناهی بزرگ گذشته است. و امام بخاری یک بابی را در کتاب صحیح بخاری گذاشتند، باب العلم قبل القول والعمل، باب آموختن علم پیش از سخن کردن و عمل کردن است. یعنی معنایش این است که اولی اصل دین این توحید است، دانستن و علم و آموختن توحید است. و شیخ عبدالرحمن ابن حسن و سلیمان ابن عبدالله، دو نبیرگان شیخ محمد الوهاب، یکی از علماهای بزرگ نجد، میگویند که النطق بالشهادتین من غیر معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غیر نافع بالإجماع. سبحان الله. نطق کردن به این دو شهادتین، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله، و ندانستن معنایش، معرفت نداشتن به معنایش و عمل نکردن به مقتضا و طلباتش، هیچ فایده به گوینده این دو شهادتین نمی بخشد، هیچ فایده نمی بخشد به اجماع علما. سبحان الله. ببینید عبدالرحمن ابن حسن پسری نبیره کلانی، نبیره از پسری کلانی محمد الوهاب، سلیمان ابن عبدالله از نبیره از پسری خردی شیخ محمد ابن عبدالوهاب، هر دویشان میگویند که هر کسی که نطق لا اله الا الله بکند و محمد رسول الله بکند، معنایش را نداند، معرفت نداشته باشد، عمل به مقتضای این شهادتین نکند، لا اله الا الله گفته اش به اجماع علما، هیچ شک شبهه نیست، همه علما می سخن را میگن، هیچ فایده به صاحبش نخواهد بخشید. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگویند الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما اخبر او الامتناع عن المتابعه مع العلم بتصديقه مثل كفر فرعون واليهود. یعنی کفر با دروغ شماریدن رسول یکی از رسولهای الله می شود. کسی که یکی از رسولهای الله را دروغ شمارد، این کافر شده است. یا که امتناع، یعنی خودداری کردن از آموزش این رسول، از یا که داشتن مردم از این دین، این هم کفر است. یا که خودداری کردن از پیروی کردن به رسول صلی الله علیه وسلم. ببینید خودداری کردن از پیروی کردن به رسول الله صلی الله علیه وسلم، از پیروی کردن به لا اله الا الله، با وجودی که علم دارد و با وجودی که تصدیق میکرد، با مانند میگد کفر فرعون و یهود. یعنی معنای سخن این است که فرعون و یهودی ها، فرعون، کفر فرعون این بود که موسی را تصدیق میکرد و این چنین علم داشت اما پیروی نمیکرد. یهود هم عیسی را پیروی چی میکردند؟ یا موسی را تصدیق میکردند، علم داشتند اما پیروی نمیکردند. پس هر کسی که از این امت لا اله الا الله را تصدیق بکند،
عمل بعد از تصدیق کردنش علم داشته باشد، لا اله الا الله را بداند، اما عمل تماما عمل نکند، این البته کفر کرده است. پس بارک الله فیکم، هر کسی که پس فهمید این سخنها را درک نمود باید به آموزش علم توحید از همین روز شروع بکند، کفت و کاب بکند، طلب نماید تا که نجات یابد و بعد از این توحید را به فرزندان خود بیاموزد و بغیر از خودش به دیگران رساند. چگونه ای که طهارت را و نماز را می آموزاند باید توحید را اینچنین آموزاند. بارک الله فیکم. پس این بود مسئله مهم در موضوع لا اله الا الله. پس هر کسی که می خواهد که کلمه توحید را خوب فهمد، خوب درک بکند، علمش زیاد باشد، رکنهای لا اله الا الله، شرطهای لا اله الا الله، اعراب لا اله الا الله، معنای لا اله الا الله، مقتضای لا اله الا الله و این چنین شکننده های لا اله الا الله که این شکننده های اسلام است باید بداند. و به هر یک مسلمان واجب است که شکننده های لا اله الا الله را داند. آن چیزهایی که لا اله الا الله را می شکند، لا اله الا الله را نابود میکند، لا اله الا الله را از انسان دور میکند و توحید را نابود و فساد میگرداند و توحید را باطل میکند، این چیزها را باید آموزد تا که خود را از این شکننده ها باز دارد. و این چنین باید هر یک مسلمان فضل لا اله الا الله، فضیلت و اهمیت لا اله الا الله را بیاموزد و این هم کمک برای فهم لا اله الا الله و برای فهم توحید میکند. بارک الله فیکم. و با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و ان شاء الله در حلقه های آینده باقی مانده از مسائل علم را به شما صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.